نقطه ضعف بدنت کجاست الان؟ نقطه ضعف من؟ آره. نقطه ضعفی نداریم ما. نقطه قوتت؟ نقطه قوت ما هم دوستانی مثل شما. مرسی. توی بدنت؟ تو بدنم نقطه قوت هم پشت روحی همه دیگه. پشتت خیلی خوبه. بله. عضلات پشتت خب چون رفیقام پشتم قوی. خیلی. این یکی از ویدیوهاییه که من خودم همیشه میبینمش. تا به این سطح از اعتماد به نفس نرسی، نظرم نمیتونی تو هیچ رشته ورزشی حالا هر چیزی که داخلش هستی به بالاترین سطح برسی، به اون حد تاریخ سازی برسی. ذهنیت میتونه همه چیزو تغییر بده. این مصاحبه فیت شو که آقای نیما جعفرپور با آقای هادی چوپان داره مصاحبه میکنه مال قبل از اینه که هادی چوپان به مستر المپیا برسه. ولی شما سطح آمادگی ذهن رو نگاه کن، لذت میبری از دیدنش. ذهنیت درسته که همه چی رو میتونه واسط بسازه. پس اعتماد به نفس داشته باش. با دقت این ویدیو رو یه بار دیگه از اول ببین و از ذهنیت آماده آقای چوپان لذت ببر.